دوستان سلام. توی این ویدیو میخوایم تحلیل تکنیکال نماد فولاد مبارکه اصفهان رو داشته باشیم و آپدیتی داشته باشیم نسبت به تحلیل قبلی که حدوداً یک ماه پیش انجام دادیم و بریم و سناریوهای جدید نماد فولاد رو داشته باشیم. با توجه به اینکه نماد شاخص سازی هست میتونه در کلیت بازار هم تأثیر ویژه‌ای رو داشته باشه. پس میریم روی نمودار فولاد مبارکه اصفهان و تحلیل تکنیکالش رو با هم داریم. خب اگر خاطرتون باشه در تحلیل قبلی نماد فولاد که در این قسمت بود و انجامش دادیم، ما اومدیم و در مورد این قسمت آخر نماد فولاد صحبت کردیم و اگر خاطرتون باشه گفتیم که با توجه به همپوشانی که این قسمت پیدا کرده در ادامه ما انتظار رشد رو نخواهیم داشت و سناریومون این بود و گفتیم احتمال خیلی زیاد ما اصلاح رو خواهیم داشت. اتفاقی که دقیقاً همین سناریو رخ داد و اصلاح فولاد رو ما در هفته‌های گذشته داشتیم. اما قبل از اینکه حالا تحلیل تکنیکالش رو داشته باشم، بچه‌ها توی بازارهای مالی، توی بازار بورس خیلی مهمه که ما چه سهام‌هایی رو بخریم که در ریزش‌های عمیق بازار مثل همین 6 ماه گذشته ریزش کمتری رو تجربه بکنن و اگر من فلان سهم رو بخرم چقدر ریزش خواهد داشت و چقدر احتمال اینکه ریزش کمتری داشته باشه خواهد بود. اگر دقت بکنید ما از قله تاریخی فولاد در همین چند ماه گذشته که از اردیبهشت ما ریزش رو داشتیم، نهایت ریزش حدوداً 30% بود که بلافاصله ریزش خودش رو جبران کرد تا محدوده 13% اومد و الان در محدوده 20%. خب اگر کلیت بازار سهام‌های حالا خودرویی یا اکثریت سهام‌ها رو ببینید، می‌بینید که ریزش‌های حدوداً 40%، 50% رو تجربه کردن. اما اگر شخصی فولاد رو می‌خرید یا سهام‌هایی که ریزش‌های کمتری رو در بازار معمولاً تجربه می‌کنن، خود این میتونه یک مقداری باعث سیو موندن پولمون بشه که سهام‌هایی رو بخریم که خیلی ریزش‌های عمیقی رو تجربه نمی‌کنن. نه اینکه حالا همیشه به این صورت باشه، اما با تحلیل میتونیم این نمادها رو داشته باشیم. فولاد و یا حالا نماد فامیلی، فلزات اساسی یک مقداری حالا برخیاشون این ویژگی رو دارن، نمادهایی که بسیار بزرگ هستن، قابل اعتمادتر هستن و ریزشی هم اگر دارن بلافاصله بعدش جبرانش رو میکنن. خب بریم سراغ تحلیلش و ببینیم که حالا در این قسمت آخر که بعد از ریزش حدوداً 10% تجربه کرده به چه صورتی میتونیم ادامش رو داشته باشیم. اگر من بیام استفاده بکنم از MA های 100 روزه و 200 روزه نماد فولاد، میبینیم که MA 200 رو به هیچ عنوان از دست نداد در روزهای گذشته و اگر بخواد نماد فولاد ریزش رو داشته باشه، به نظر دیگه بیشتر از 7%، 8% این ریزش ادامه دار نخواهد بود و MA 200 در گذشته می‌بینیم که جاهای خوبی رو حمایت کرده و اگر هم از دست رفته بلافاصله بعدش این حمایت رو به دست آورده. پس دوستانی که حالا این نماد رو دارن تا زمانی که MA 200 از دست نرفته خیلی جای نگرانی خاصی نداره و میتونن باهاش همراه باشن. مضاف بر این که MA 100 هم همچنان حمایت خوبی رو داشته و حداقل توی این چند ماه اگر از دست رفته بلافاصله برگشته و این MA رو به عنوان حمایت شناخته. دوستان اگر قیمت نماد فولاد نمودارش در روزهای آینده به خط میدلاین کانال برسه، یک نقطه بسیار خوب میتونه برای معامله باشه. تقریبا میشه گفت مصادف میشه با همون MA 200 اکسپوننشیالش که اگر به این نقطه برسه میتونه موقعیت جذابی برای ورود باشه و الگوی اصلاحیش رو ما میتونیم به این صورت ABC لیبل گذاری رو داشته باشیم. A، B و احتمالاً C که معمولاً توی نماد فولاد بعد از یک A ریزشی و B که میزنه ما یک اصلاح به صورت زمانی رو خواهیم داشت. اینجا هم میتونه این سناریو دوباره تکرار بشه، یعنی موج A بسیار ریزشی و شارپی که داشتیم با یک موج واکنشی B
همراه شده و بعدش میتونه وارد فاز اصلاح زمانی خودش بشه تا اون زمان رو هم سپری بکنه و مجددا به رشد خودش ادامه بده. اگر نماد فولاد رو ندارید فعلا در فاز اصلاحی خودش به سر میبره و شاید نقطه خرید خوبی رو فعلا برای سهامدارای خودش و کسانی که بخوام ورود بکنن نداشته باشه و بیشتر کسانی که این نماد رو دارن باید به فکر این باشن که حالا اگر حد ضررشون خورد کجا خروج رو داشته باشن. اگر من یک نگاهی هم به نمودار تعدیل نشده نماد فولاد بندازم، دوستان ما میتونیم برای استفاده از سطوح تاریخی و استاتیک استفاده بکنیم از نمودارهای تعدیل نشده، اما همه جا توصیه نمیشه. اگر من بیام در تایم فریم هفتگی نماد فولاد میبینیم که در گذشته از سالیان قبل حدوداً 10 سال 15 سال قبل ما یک سطح استاتیکی رو داشتیم که در ادامه به عنوان مقاومت و حتی حمایت شناخته شده. اتفاقی که افتاده الان نماد فولاد در همین محدوده های حمایت تاریخی خودش محدوده 500 تومان قرار گرفته و به نظر نمیاد که حالا بخواد این حمایت رو از دست بده با توجه به اینکه ریزش 2-3 ساله اخیرش تکمیل شده و دیگه شاید خیلی اصلاح قیمتی رو در این نماد نداشته باشیم. پس دوستانی که بخوان معامله بکنن باید بدونن که یک حد ضرر خوب رو میتونن برای نماد فولاد داشته باشن همین محدوده و حد سودش هم میتونه رسیدن به همون قله های 1000 تومان 1500 و 2400 قله تاریخی فولاد باشه. این رو داریم از نمودار تعدیل نشده فولاد با هم دیگه بررسی میکنیم و میبینیم که فعلا در محدوده حمایتی خودش قرار گرفته. این میتونه بر کلیت بازار بورس هم تأثیر داشته باشه و بدونیم که شاید برای چندین هفته همچنان ما نوسان رو در بازار داشته باشیم تا اصلاح زمانی سهام ها هم پشت سر گذاشته بشن و دوباره آماده بشیم برای رشد سهام ها و بهترین سهام رو برای گین گرفتن از بازار و سود گرفتن از بازار انتخاب بکنیم. شما هم اگر نظری در مورد تحلیل فولاد دارید حتما توی کامنت ها به اون به اشتراک بگذارید و آیا این نماد رو برای خرید مناسب میدونید و نوسانش رو جذاب میدونید برای معامله گری یا نه و همچنین برای سرمایه گذاری. توی کامنت ها برام بنویسید. موفق و پرسود باشید.